سلام به بچه‌ها. حالتون چطوره؟ سلام مرغی سلام. خیلی چطوری؟ خری دریافتی. تو چرا اینقدر میافتی خری؟ خوبی؟ بچه‌ها چطورید؟ حالتون خوبه؟ امروز می‌خوایم در مورد مهر ماه باهاتون صحبت بکنیم. میدونید بچه‌ها الان مهر یه ماهیه بهش میگن مهر که همه بچه‌ها اونایی که مثلا 6 سالشون به بالا شده یه کار جالبی میکنن، همشون باید یه جایی دانشگاه هم یکی از کارهای جالبه. البته خب دیگه بچه نیستن که زاگی میرن دانشگاه، دیگه بزرگ شدن. خرسی میدونی الان تو چه فصلی هستیم؟ آره. چه فصلی؟ تابستون. آفرین، تو تابستونیم. چه ماهی هستیم؟ تابستون. فروردین تو تابستون نیست، فروردین توی بهاره. اسفند که تو آخر زمستونه. چی گفت؟ آوریل. چی گفت؟ مرغی چی گفت؟ آوریل. پاییز داره پاییز میشه. الان یه چند روز دیگه پاییز میشه که همون مهر ماه. خرسی آوریل خارجیشو نمیدونم، ما ایرانی هستیم دیگه. ای جانم، یعنی 2 ماه دیگه تولد توه؟ آره. یعنی ما الان شهریوریم دیگه. لو دادم گفتم 2 ماه دیگه الان شهریوریم، میشه مهر آبان، یعنی ماه بعدی مهر، بعدش هم میشه آبان. خب اگه گفتی تو مهر ماه چی کار میکنن همه؟ نه. چی؟ میرن میچرن. خریدن از فروردین و ایناست. فکر کنم گوسفندا رو میبرن میچرن، گاوا. نه چپ نکن تو. خب نه، یه کار دیگه میکنن. تولد میگیرن. بذار یه راهنمایی کنم. شنیدید اول مهر شنیدی خری؟ نه. خرسی اول مهر شنیدی؟ آره. چیکار میکنن اول مهر؟ اول مهر میره تو پاییز مهر میره توی پاییز میره توی مهر. خب آره، مهر ماه 13 بدر شنیدن. 13 بدر که فروردین دوباره برای عید نوروز که امون نوروز داریم و اینا تعطیل میشیم، همه دوباره گیاها زنده میشن. اصلا بیاید یه کاری کنیم. گوش بدید. من میخواستم در مورد 1 مهر که همه میرن به مدرسه. نه خیر، مدرسه. همه بچه‌ها 1 مهر میرن مدرسه ها دوباره باز میشه، میرن درس بخونن، میرن با هم دوست بشن، دوستای جدید پیدا کنن. یا اگه دوستای پارسالشون که نمیشه، حالا مثلا کلاسای بالاتر، کلاس دوم، سوم، چهارم همینجوری به بالا، دوستای سالهای قبلشون رو ببینن، دوباره دلشون تنگ شده، یا دوستای جدیدتر دوباره پیدا بکنن، درس بخونن، همینجوری کیف کنن، بزرگ بشن، باهوش بشن، مغزشون قوی بشه. از این کارا به خاطر همین مهر ماه خیلی مهمه. ماهای دیگه نمیرن مدرسه، فقط اول مهر میرن. نه، اول مهر میرن تا تقریبا خرداد. البته توی فروردین ماه هم که فروردین میشه ما تعطیلیم به خاطر عید نوروز، یعنی هوا دوباره میخواد بهار بشه، گیاها زنده میشن، برگا در میان. بعد منم میخوام خیلی کجا رفتی؟ اینجا. منم میخوام برم مدرسه. میخواید یه کاری اینجا بکنم؟ میخوام برم بچرم. گوش بدیم. من دیدم شماها انگار فصلا رو بلد نیستید، ماها رو بلد نیستید. میخواید بهتون یاد بدم؟ خرسی بیا بالا. آبان ماه تولدشو بلده. تو چه ماهی هستی خری؟ من سپتامبر. خارجی با من حرف نزن. من یک ایرانی اصیلم، خیلی هم روی مملکتم ارق دارم. ایرانی حرف بزن. آذر یعنی آتش. بگو. گوش به فروردینی؟ آفرین. فارسی حرف بزن. فروردین. منم امرداد یا همون مرداد ماهم. خب الان میخوام بهتون چیز بگم. بعد از تولد من چند ماه بعدش میشه تولد تو. آره. چیکار میکنی خری؟ چرا افتادی؟ بیا بالا. مرغی نگاش کن. این میفته. خب ما 4 تا فصل داریم. اگه گفتید 4 تا فصلمون چیه؟ خب بگو. جیغ نزن. بگو فصلمون چیه؟ فصل. بگو.
چی مرغی تو بلدی؟ سالت فصل دارم. آره بگو دیگه. ما از بهار شروع میکنیم. اولین فصل ما بهاره که فروردین و عید و همه اینا. تابست آفرین. بعدش تابستونه. بعدش چیه؟ بعد آذر نه بعدش پاییزه. آذر ماه تو. پاییز. پس چی شد؟ بهار، تابستون، پاییز. یکی دیگه موند. سوال بپرسم. بگو. چرا پاییز داریم دستوز نداریم؟ صبر کن. چی؟ پاییز چرا پاییز داریم دستوز نداریم؟ دستیز؟ دستوز نه یا فای چپ میکنه این خره. بشین این دفعه ولت میکنم بیفت پایین. خب گوش بدین. بهار و تابستون، پاییز و زمستون. حالا بهار همون موقعیه که برگا سبز میشه. گوش بده خرسی. گوش بده زمستون. بچه ها میدونید چی میشه هوا تو ایران؟ گوش بدین. گوش بده. خیلی از جاهای کشورهای دیگه هم همینطور. اگه بدونید کشور چیه. هوا اینطوریه که بهار که میشه دوباره درخت‌ها بیدار میشن. دوباره برگای کوچولو در میارن. بعد هوا داره گرم میشه. تابستون که میشه دیگه هوا خیلی گرم میشه. دیگه تیشرت میپوشید درام روشن میکنین. تابستونه. بعد پاییز دوباره میره یکم سرد میشه. الان اول مهر ماه که همه میرن مدرسه تو پاییزه. بعد از اونم زمستونه که برف میاد خیلی سرد میشه. کاپشن میپوشین. تون بارون میاد. آلودگی هوا میاد. وای تهران مثلا خیلی ناجور میشه. فهمیدی خری؟ الان بگو فصل رو. تو بگو. اگه یادش بره. بگو ببینم. خب اگه یادش بره. شعر عباس قادری. اگه یادش بره که وعده با من داره. تو گریه میکنین که شاده که میخوندم خندت بود. خنده شبیه گریه. حالا میدونستید ما الان گفتیم بهار و تابستون، پاییز و زمستون، هر کدومشون سه تا تیکه است. من میخونم. آره حالا بهتون میگم مثلا بهار خودش 3 تا تیکه توشه. چرا تابستون داریم اله کننگستون نداریم؟ این مرغه اینجوریه. خیلی باحاله. خب داشتم میگفتم مثلا بهار نگم سختتون میشه. نگم ماهای هر فصلو. بچه ها گوش بدین. بهار و تابستون، پاییز و زمستون هر کدوم یه فصل اسمه. میگیم فصل بهار، فصل تابستون، فصل پاییز، فصل زمستون. نرو بیا. خب بچه ها الان من همین فصل گوش بده. فصل بیا بالا خیلی میخوام اصلا خداحافظی کنیم. بیا بالا. من فصل‌ها رو یاد دادم. دفعه بعد چیزای دیگه بهتون میگم. 1 2 3 خداحافظی کنید. خداحافظ.